سلام دوستان، حسین هستم از چنل پرواکتیو پلاس. امروز با ویدئویی دیگه در خدمتتون هستم. اگر این ویدیو اولین ویدئویی که دارید از چنل ما می‌بینید، باید بهتون بگم که ما تو این چنل نکاتی رو در مورد سرمایه‌گذاری، هوش مالی و سرمایه‌گذاری روی خودتون ویدیوهای خاصی رو می‌سازیم. و اگر علاقه‌مند به مفاهیم سرمایه‌گذاری هستید، پیشنهاد می‌کنم حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یا همون نوتیف چنل رو بزنید تا خیلی زود از ویدیوهایی که قرار میدیم مطلع بشید. خب بریم که ویدیو رو داشته باشیم. در خصوص بحث ژورنال‌نویسی که مبحث بسیار مهمی هست، امروز می‌خوایم صحبت بکنیم. خیلی کوتاه و مختصر. ببینیم به طور کلی شما برای اینکه یک استراتژی رو آموزش می‌بینید، هر استراتژی که هست، بعد از اون نیاز هستش که شما تا یه حدی با توجه به شرایط خودتون، از لحاظ زمان، از لحاظ تایم فریم، از لحاظ جفت ارز، اصلا با چه جفت ارزی راحت‌تر هستین، چه تایم فریم های راحت‌تر هستین، و لازم مدیریت سرمایه یک به چند براتون منطقی تر هست، چند درصد ریسک بکنید براتون قابل قبوله، چند تا استاپ پشت هم بخورید براتون قابل قبوله. اینا هر آدمی با آدم دیگه متفاوته. رو حساب همین شما چیزی که بهتون کمک میکنه دیگه اینجا بحث خود ژورنال هست. یعنی شما باید ژورنال بنویسید که بتونید یه جمع‌بندی در نهایت ازش داشته باشید. حالا برای بحث ژورنال نوشتن طبیعتا میشه از یک اکسل استفاده کرد که حالا میریم روی بحث حالا گوگل شیتی که ایجاد شده بهتون توضیح میدم و که حالا جزئیات بیشتر رو بررسی بکنیم و ببینیم که چه خروجی‌هایی میتونیم ازش داشته باشیم. خب ببینید الان به طور مثال یک نمونه ژورنال معاملاتی هست که حالا من لینک این رو حتما توی کپشن پست میذارم و تو دیسکریپشن که شما بتونید ازش استفاده بکنید و از همین تمپلیت حالا بتونید ستونهاش رو تغییر بدید، چون یه چیز کاملا شخصی هست و هر کسی ممکنه استراتژیش متفاوت باشه و یه سری از ستونها اصلا به کارش نیاد. حالا من به طور کلی توضیح سطحی میدم که شما با چه جوری از این ژورنال اصلا استفاده بکنید یا هر ژورنالی که خودتون بخواید داشته باشید. ببین شما نیاز هست خب جفت ارزتون رو بدونید. اگر تک جفت ارز هستید خب دیگه این ستون براتون نیاز نیست قاعدتا. اما اگر چند جفت ارز رو معامله میکنید پس مجبوره که ستون پی رو داشته باشید که بررسی کنید و هر جفت از چه در واقع نتیجه رو گرفتید. حالا نتیجه خود معامله هست، معامله که انجام میدید چند تا نتیجه، چه نتیجه داشته، یا ضرر میشه یا سود میشه و یا ریسک فری و در واقع بریک ایون میخورید و خارج میشید. این حالت‌ها رو انتخاب میکنید برای خودتون و بعد بحث ریسک ریواردی هست که در واقع گرفتید. بعد بحث خود حجم معامله هست که می‌نویسید با چه لات سایزی وارد شدید. بعد بحث بعدی بحث حالا ریسک ریوارد اکچوالی هستش که میتونه سیستم به شما بده. شما یه زمانی هست از یک جفت ارزی، از یک موقعیت معاملاتی 1 به 2 1 به 2.5 میگیرید با توجه به حالا شرایطی که داره و خارج میشید. اما اون موقعیت میتونسته به شما حالا طبق ستاپی که مثلا داشتید اون ستاپ به شما 1 به مثلا 6 رو داده. مثلا شما اینها رو می‌نویسید که بتونید بعداً از این ریپورت‌ها استفاده بکنید که اوریج و میانگین این ریسک و ریوارد کلی که خود اون موقعیت و اون ستاپ در واقع تونسته به شما بده چنده که بتونید کم کم این در واقع ریسک ریوارد دریافتنیتون رو بیشتر بکنید. این از این. حالا این ممکنه برای یه شخص اصلا به کار نیاد. بحث بعدی بحث خود حالا چه پوزیشنی اصلا باز کردید، بای زدین، سل زدین، اینا رو برای خودتون داشته باشین، چون بعضی از جفت ارزها در بعضی از تایم ها ممکنه هستش که از همه اینا ببینید میشود یک پترن و یک کورلیشنی رو پیدا کرد که مثلا در فلان سشن در فلان تایم بای بیشتر جواب میده. مثال دارم میزنم، بستگی داره اصلا چه جفت ارز چه شاخصی رو میخواید کنم. بعد بحث بعدی بحثی هست که تریدتون در جهت رونده یا در خلاف روند اصلی استراکچر، حالا استراکچر چه تایم فریم هست اینا دیگه بسته به خودتون هست. اینا رو میتونید بنویسید. در جهت روند زدین، خلاف روند زدین. بعد تو این ستون شما میتونید آنالیز خودتون رو بنویسید. یعنی ستاپتون مثلا ستاپ شماره 2 تونه، اگر ثابت آنالیزتون که خب ثابت نوشته میشه، اگر آنالیزتون متغیره که اینجا برای خودتون توضیح می‌نویسید که با توجه به تحلیلی که داشتم تحلیلم چی بوده اینجا می‌نویسید.
بعد بحث استاپی هست که قرار میدید، استاپاتون رو که قرار دادین، اینم خب قطعا بهتون کمک میکنه که شما استاپ بهینه برای خودتون پیدا کنید که این ستاپتون چه استاپی براش کفایت میکنه. استاپ زیاد هم خب طبیعتا خوب نیست، استاپ کم هم که طبیعتا باز میتونه خوب نباشه و به راحتی برای موقعیتی استاپتون بخوره و وارد سود بشه. پس این میتونه بهتون خیلی کمک بکنه که بتونید مانیتور بکنید و برای بحث اپتیموم کردن استاپتون. خب این ستون هم که دوباره همون استاپی که قرار داده بودین، بعضی اوقات خب میشه یکی استاپش رو تریل میکنه که خب یه بحث دیگه است، ممکنه در واقع این میزان ضرر یا سودی که دریافت کردین رو اینجا وارد میکنید. مثلا ببینید اینجا استاپ به طور مثال 57 پیپ استاپ گذاشته شد، 72 پیپ دریافت بوده که در نهایت به چه عددی رسید به طور مثال. بعد بحث بعدی بحث خب خود پی ان الی هست که این طبق حالا حاصل ضرب پیپ و حجمی که داشتین رو اینجا براتون در واقع محاسبه میکنه. بعد که حالا اگر سود مشخصه، اگر ضرر مشخصه، یه تغییر رنگی ایجاد میشه که براتون یه جذابیتی از لحاظ بصری ایجاد بکنه. بعد بحث تاریخ هست، چه روزهایی رو معامله کردید، چه تاریخی رو معامله کردید، میتونید برای خودتون داشته باشید. اگر براتون مهم نیست میتونید ننویسید، بسته به خودتون هست. چه تایمی رو وارد پوزیشن شدید که این میتونه مشخص بکنه که در واقع شما تو چه سشنی میتونید بهتر باشید. اگر از قبل مشخص استراتژیتون که برای چه سشنی هست خب هیچ، اگر نه میتونه بهتون کمک کنه که شما سشن هاتون در بیاد و اینکه تو چه بازه‌ای اصلا معامله کردید، قبل خبر بوده، بعد خبر بوده، به چه نزدیک اصلا تایم خبر بوده، به چه صورت بوده. بعد ستون بعدی خب روزهای معاملاتی است که اینم به نظرم تا یه حدی اهمیت داره، چون به هر حال دوشنبه اولین روز مارکت، جمعه آخرین روز مارکت، اینها مهم هستش. بعضی استراتژی ها به این مباحث حساس هستن تا یه حدی و خوبه که در واقع بتونید مانیتور کنید که تعداد روزهایی که جمعه معامله کردیم به چه صورت بوده. ممکنه یک استراتژی جمعه بد نباشه و خیلی از استراتژی جمعه خوب نیستن و نتیجه نمیگیرن. پس اینا چیزایی هستش که میتونه کمک بکنه شما در نهایت بتونید یه ریپورت خوب از ژورنالتون داشته باشید و بتونید بهینه سازی بکنید. هر هفته آخر هر هفته شنبه و یک شنبه که تعطیل هست میتونید مارکت در واقع تعطیل هست شما ژورنالتون رو بررسی بکنید که چه اتفاقاتی رو هفته قبل رقم زدید و به چه صورت بوده. و اینجا هم بحث حالا یه سری دلایل دیگر رو یعنی شما یه تحلیلی دارید، یه تحلیل انجام دادید، یه خروجی داشته، اینجا نکته اگر به ذهنتون میرسه، اگر فلان اتفاق رو رقم میزدید مثلا نتیجه دیگری داشت رو میتونید اینجا برای خودتون یادداشت بکنید. اینجا هم بحث حالا در واقع لینکی هستش که شما یک در واقع بهتر هست که حالا یک عکسی از خود پوزیشنتون از اون موقعیت‌ها و از تایم فریم ها، اگر مولتی تایم فریم هستین تایم فریم های مختلف رو کامل اینجا قرار بدین، از روزانه تا تایم فریم ورودتون. اگر تک تایم فریم هستین که خب بیفور افترش میتونید بکنید، حالت‌های مختلف خودتون میتونید اینجا مدیریت بکنید. اگر هم حالا برای بحث این لینک میخواد بدونید که از کدوم لینک تریدینگ استفاده کنید که بهتر باشه، بریم روی چارت که من خیلی سریع بهتون توضیح بدم. شما هر تایم فریمی که میخواید در واقع عکسش رو داشته باشید یا لینکش رو قرار بدین توی ژورنال، مثلا تایم فریم دیلی، شما از این قسمت روی این کامera میزنید، دانلود که نه، کپی خود عکس رو برمیداره که به درد گوگل شیت نمیخوره، بزرگ هست. شما کپی لینک رو استفاده میکنید، چند لحظه ممکنه طول بکشه بعضی اوقات که لینک رو ایجاد بکنه، بعضی اوقات سریع ایجاد میکنه. خب لینک ایجاد شد، الان این لینک کپی شده برای شما. با آلت تب برمیگردید به خود گوگل شیتتون، اینجا به راحتی کپی پیست رو انجام میدید دیگه. حالا شما اینجا دیگه با کلیک روی این اون صفحه چارت برای شما نمایش داده میشه به این شکل. شما هم تایم فریم رو قشنگ میبینید، همین که خب تحلیلی که داشتید رو میتونید داشته باشید و مولتی تایم فریم اینها رو بررسی بکنید بعدن که موقعیت رو مثلا آخر هفته که شده و دیگه وقت بررسی هست میتونید کار انجام بدید. اگر هم تایم خبر بوده موقعیتتون
میتونید اینجا بنویسید که خبر بوده یا نه، و اگر خبری هم که بوده توضیح داشته، مثلا CPI بوده، NFP بوده، توضیحی دارین، اینجا میتونید برای خودتون اضافه بکنید. این ژورنال یه ژورنال حالا کامل و خیلی با جزئیات هست، میتونید خلاصه تر بنویسید و یا اصلا سطر ستوناتون رو عوض بکنید و هر مدلی که با توجه به استراتژی خودتون هست شخصی سازیش بکنید. حالا امیدوارم که بتونید ازش خروجی خوبی داشته باشید.